سلام رفقا، امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید. خیلی از دوستان این سوال رو داشتن که آیا شرکت فولکسکارت شرکت معتبری هست و میتونن داخلش سرمایه گذاری کنن یا نه، که امروز با هم این رو بررسی خواهیم کرد. و قبل از هر چیز من بگم که دوستان این ویدیو جنبه آموزشی داره و به هیچ عنوان پیشنهاد سرمایه گذاری نیست، پس اگر خواستید وارد بشید با مسئولیت خودتون این کار رو انجام بدید. من فقط سوالایی که دوستان داشتن رو توی این ویدیو پاسخ خواهم داد. توی اولین قدم خود سایت فولکسکارت در قسمت بیزینس لایسنس خودش رو قرار داده که توی اون قسمت یه سری توضیحات رو بهتون داده: اسم شرکت، شماره ثبت شرکت، تاریخ شروع فعالیتشون و بقیه چیزا، که بازم خیلی از دوستان میگن این شاید معتبر نباشه و خود سایت قرار داده که من میخوام یک روش دیگر رو هم بهتون بگم که از اون طریق بتونید مطمئن‌تر بشید. یه سایت هست که مربوط به خود دولت انگلستان هستش که شما میتونید وارد این سایت بشید و فولکسکارت رو سرچ کنید. توی این قسمت همونجور که میبینید فولکسکارت رو آورده، نام شرکت، وضعیت شرکت هم فعال، شماره ثبت شرکت، و توی این قسمت هم میتونید تاریخ تمدیدهای شرکت رو ببینید که به صورت سالانه تمدید میشه و قراردادی که الان داره تا 25 فوریه 2025 فعاله و بعد از اون هم قراره تا 2026 فعال باشه، که اگه شما ما رو همراهی کنید من تاریخ سررسید قراردادها رو بهتون یادآوری خواهم کرد که توی گروه تلگراممون میتونید عضو بشید. لینکش رو حتما در کامنت ها پین میکنم تا بتونید ازش استفاده کنید. بعضی از دوستان هم میخوان ریز جزئیات رو بدونن که میتونید از این قسمت ریز جزئیات شرکت رو ببینید دوستان، و این یه بخش داستان بود. بخش دیگه ای هم که خیلی مهمه و باید بهش دقت کنید، تجربه افرادی است که داخل فولکسکارت دارن فعالیت میکنن. من خودم چند وقتی است که دارم داخل فولکسکارت فعالیت میکنم و تا الان به هیچ مشکلی بر نخوردیم. پشتیبانی 24 ساعت هم دارن و داخل گروه هم هر کدوم از دوستان که برداشت زدن بعد از 48 تا 72 ساعت پول به حسابشون نشسته، یعنی تا الان موردی نداشته دوستان. ولی بازم هر سایت سرمایه‌گذاری ریسک خودش رو داره. حتما اگر خواستید سرمایه‌گذاری رو انجام بدید با مسئولیت خودتون این کار رو انجام بدید. ویدیوی بعدی هم مربوط به برداشت از فولکسکارت خواهد بود که توی چند روز آینده حتما داخل کانال یوتیوب قرار میدم، پس حتما کانال ما رو دنبال داشته باشید تا ویدیوی برداشت از فولکسکارت رو هم ببینید. خیلی ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.